روزها کمتر کسی در دنیا هست که از جنگ بین اسرائیل و محور مقاومت بیخبر باشه. از همون روزهای اول جنگ خیلی از کارشناسان معتقد بودند با گذر زمان ممکنه کشورهای بیشتری به این جنگ ورود کنن و جنگ گسترده‌ای به وجود بیاد که با حملات موشکی ایران به اسرائیل این فرضیه قوی‌تر شد. روز 13 اکتبر دونالد ترامپ در گردهمایی انتخاباتی خودش اعلام کرد که معتقد جهان در آستانه جنگ جهانی سوم است و درگیری‌های خاورمیانه باعث جنگ گسترده‌ای در جهان خواهد شد. همین اظهار نظر اون باعث شد تا کاربران به پیشگویی‌های جنگ جهانی سوم اشاره کنند که ما هم توی این ویدیو قصد داریم 3 از مهمترین پیشگویی‌های جنگ جهانی رو براتون روایت کنیم. سومیش از همه جالب‌تره، پس اگر به این سبک از محتوا علاقه دارید تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اگر تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و از این کلیپ لذت بردید ممنون میشم. با لایک و سابسکرایبتون از ما حمایت کنید. احتمالاً همتون اسم نوستراداموس به گوشتون خورده. نوستراداموس با نام اصلی میشل دو نوسترام، پزشک، ستاره‌شناس و عطار اهل فرانسه بود که از سال 1550 میلادی یعنی در سن 47 سالگی به علوم غریبه و پیشگویی روی آورد. نوستراداموس پس از آن که تعدادی پیشگویی عجیب در سال 1552 میلادی انجام داد، توسط تندرویان مذهبی به شیطان پرستی و ارتباط با اجنه متهم شد. همین موضوع باعث شد تا نوستراداموس در کتاب‌ها و پیشگویی‌هایش از اعداد و علائم مبهم استفاده کند تا درک نوشته‌هایش برای عموم مردم امکان پذیر نباشد. به همین دلیل نباید انتظار داشته باشید نوشته‌های اون رو به سادگی و مشابه نوشته‌های معمول امروزی درک کنید. قبل از اینکه پیشگویی نوستراداموس در مورد جنگ جهانی سوم رو روایت کنیم، بیایید چند تا از مهمترین پیشگویی‌های اون که قبلاً به وقوع پیوستن رو بشنویم. فرار پادشاه لویی 16 از پاریس و دستگیری اون در وارن و اعدام به وسیله گیوتین، انقلاب کبیر فرانسه و ظهور مردی ریزاندام به نام ناپلئون، جنگ جهانی اول و نابودی عثمانی، ظهور هیتلر و جنگ جهانی دوم. مثلا در مورد ظهور هیتلر میگه در اعماق دورافتاده اروپا کودکی در یک خانواده فقیر به دنیا میآید. او با زبانش توده های مردم را اغوا می کند و با نیروی عظیم از غرب به شرق خواهد تاخت که اشاره به لشکرکشی آلمان نازی به شوروی داره. نوستراداموس جنگ جهانی سوم رو اینطور پیش بینی میکنه: یهودیان سالیان زیاد بر زمین حکومت خواهند کرد تا اینکه از پرشیا میلیون ها پرهیزگار به بیزانس و مصر و سپس به سوی شمال هجوم خواهند آورد و همگان با عصای رئیسشان مضروب خواهند گشت و این نبردی خواهد بود سرنوشت ساز. شاه نعمت الله ولی با نام اصلی کمال الدین یحیی کوهبنانی، حکیم و عارف بزرگ ایران در سده 8 و 9 هجری و بنیانگذار طریقت نعمت اللهی بود که به پیشگویی‌های معروف خود در کتاب اشعارش شناخته می شود. از پیشگویی‌های معروفش می توان به موارد زیر اشاره کرد: پایان پادشاهی صفوی در زمان حکومت سلطان حسین صفوی. از نجوم سخن نمیگویم بلکه از کردگار میبینم. از سلاطین گردش دوران یک به یک را سوار میبینم. هر یکی را به مثل ذره نور پرتوی آشکار میبینم. از بزرگی و رفعت ایشان صفوی برقرار میبینم. آخر پادشاهی صفوی یک حسینی به کار میبینم. مرگ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در ماه ذیقعده. ناصرالدین به نصرت دوران 4-8 سال میبینم. اینجا اختلاف نظر زیاده ولی 4-8 به نظر میرسه منظور 4 تا 10 سال به اضافه 8 سال یعنی 48 سال حکومت ناصرالدین شاه باشه. اگر اینطور باشه کاملا درسته. از شاهنشاه ناصرالدین شیونی بیمدار میبینم. اینجا اشاره به ترور ناصرالدین شاه داره. بعد از آن شه مظفرالدین را شهیش ناگوار میبینم. منظور اون سختی های دوران حکومت مظفرالدین شاهه. در شهر ذیقعده مرگ هر دو آشکار میبینم. اشاره به مرگ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در ماه ذیقعده داره. انقلاب ایران. کم ز 40 چون پادشاهی کرد سلطه اش تار و مار میبینم. اشاره به 37 سال حکومت محمد رضا شاه داره. سپس بیش از 40 ساله‌ای برادر دوره شهریار میبینم. وقتی که این 2 بیت رو توی کتابش میگه، شاه نعمت الله جنگ جهانی سوم رو اینطور پیش بینی میکنه:
جنگ سختی شود تمام جهان، کوه و صحرا فکار میبینم. مردمان جهان ز انس و پری همه را در فرار میبینم. کاروبار زمانه وارونه، قحط و هم ننگ و عار میبینم. حالا میخوایم در مورد پیشگویی اصلی این ویدئو صحبت کنیم. پیشگویی که قطعاً شما رو متعجب میکنه. برای شنیدن این پیشگویی باید به سالهای 1800 میلادی برگردیم، زمانی که فرقه ایلومیناتی به تازگی تشکیل شده و هدفشون ایجاد نظم نوین جهانی بود. آلبرت پایک یک فراماسون آمریکایی بود که به علت علاقه زیاد به این فرقه پیوست و در مدت کوتاهی به یکی از عناصر اصلی و کلیدی فرقه ایلومیناتی تبدیل شد. کسی که بعدها یکی از مهمترین ایدئولوژیست های این فرقه شد. اون طی نامه‌ای سالها قبل از شروع جنگ جهانی اول و حتی قبل از تشکیل احزابی مثل نازیسم و صهیونیسم تونسته بود جنگ جهانی اول، دوم و سوم رو با جزئیات بالا پیش بینی کنه. ماجرا به نامه‌ای مربوط می شود که در 15 اوت 1871 میلادی برای سیاستمدار ایتالیایی به نام جوزف ماتزینی نوشته شده است. این نامه یک سال بعد از مرگ ماتزینی در کتابخانه موزه سلطنتی بریتانیا در لندن برای عموم به نمایش گذاشته شد. ولی پس از آن ناپدید شده است. البته این نامه قبل از ناپدید شدن توسط افسر اطلاعاتی نیروی دریایی کانادا به نام ویلیام گایکار کپی شده و محتویات آن هنوز در مقالات مختلف عنوان می شود. در این نامه آمده است که جنگ جهانی اول باید طوری پیش رود که به سلطنت سزارها در روسیه پایان داده و روسیه به دژ مستحکم کمونیست ها در جهان تبدیل شود. پس از این جنگ کمونیسم متولد شده تا بیدینی رواج پیدا کند و ادیان در دولت‌های مختلف توسط کمونیسم تضعیف شوند. جنگ دوم باید با سوء استفاده از اختلافات بین فاشیست‌ها و سیاستمداران صهیونیسم ایجاد شود. پس از این جنگ باید نازیسم نابود شده و صهیونیسم سیاسی قدرت کافی برای ایجاد کشوری مستقل به نام اسرائیل را در فلسطین داشته باشد، به طوری که تمام یهودیان دنیا بتوانند در این کشور زندگی کنند. جنگ سوم باید با استفاده از اختلافات بین سیاستمداران صهیونیست و رهبران جهان اسلام به وجود آید. رهبران ایلومیناتی باید جنگ را طوری پیش ببرند که در نهایت هر دو گروه درگیر در جنگ سوم به طور کامل یکدیگر را نابود کنند. در این میان رهبران دیگر کشورها به دو گروه تقسیم شدند و جنگ به اکثر کشورهای جهان کشیده خواهد شد تا جایی که تمام اصول اخلاق و اقتصاد در هم شکسته شود. حال ما باید دئیسم و بیخدایی را در جهان تبلیغ کنیم تا مردم نتیجه خداپرستی خود را جنگ و غارت و کشتار ببینند و به بیخدایی متمایل شوند. ما در میان این سردرگمی های مردم باید دکترین لوسیفر را علنی کنیم تا در نهایت تمام مردم دنیا برای شیطان سر تعظیم فرود آورند. حالا بذارید به عقب برگردیم تا ببینیم جوزف ماتزینی کی بود. ماتزینی سیاستمدار کهنکار ایتالیایی و یک فراماسون عالی رتبه بود که خیلی ها روی کار آمدن افرادی مثل لئون تروتسکی و حتی جوزف استالین را برنامه از پیش مشخص شده ماتزینی می‌دانند که فعالیت‌های آنها هم توسط روتشیلدها تأمین مالی می‌شد. ویلیام گایکار که پیشتر گفتیم نامه پایک را کپی کرده بود، بعدها کتابی به نام پونز این دی گیم یعنی پیاده‌های در بازی منتشر کرد که در آن بسیاری از توطئه‌های ایلومیناتی را در جهان افشا کرده و حتی قسمت‌هایی از نامه مرموز را در کتاب خود جای داده است. در این کتاب گفته شده نظریه‌های پایک ساده اما کاربردی هستند و عوامل ایلومیناتی برخلاف ادعای منحل شدن سازمان هنوز با جدیت برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند. در این کتاب گفته شده تمام سیاستمداران مطرح در جهان جز مهره‌های شطرنج ایلومیناتی چیز دیگری نیستند. آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده بودید که چرا نازی‌ها فقط یهودیان را دشمن اصلی خود و لایق نابودی می‌دانستند؟ آیا ممکن است این موضوع به این خاطر باشد که ایلومیناتی دنبال دلیلی برای تشکیل کشوری صهیونیستی با قدرت بسیار زیاد بوده است؟ حال به نظر شما درگیری‌های بین اسرائیل و مسلمانان می‌تواند نشانگر آغاز تحقق این پیشگویی‌ها باشد؟ اگر تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و از این کلیپ لذت بردید ممنون میشم. با لایک و سابسکرایبتون از ما حمایت کنید.